سلام بینندگان گرامی، شاگردان محترم، شنوندگان عزیز. می خواهم امروز با یک چند سوال ها جواب دهم و از روی تجربه هایم کمی معلومات دهم. می خواهم شما را آگاه کنم که من با شاگردانم چه خیل بیزنس میکنیم و درباره بعضی نازکیت ها گپ زنم. اگر این صحبت در رابطه با بحران حاضره برایتان فایده‌ناک باشد، مرحمت استفاده برید. اگر به شما فایده ام رسد خیلی خرسند می شوم. عین زمان در شبکه‌های اجتماعی و در همه جا درباره قرب اسعار، وضع جهان و جنگ‌ها گپ و آوازها زیادند. ترس، هراس، واهمه، غمخوری و ناراحتی آدمان زیاد شده است. می توانم گویم که نافهمایی، نامعینی پگاه همه را خیلی نگران کرده است. معلوم نیست که با این احوال فردای ما چی می شود. نامعلوم است که ما به کدام طرف رفته و چی کار کرده ایستاده ایم. برای همین بسیار آدمان در ترس و واهمه اند، مخصوصا اگر کس بیزنس داشته باشد، اگر کردیتی کلان داشته باشد، اگر کس خراجات کلان داشته باشد، به مانند جایهای کلان اجاروی، معاش کارمندان، خراجات دائمی از بار تامین کنندگان، قرضای کلان و غیره، و یا اگر کس دیبیتور که کلان داشته باشد. مثلا با پول محلی بار را برای فروش دادند به حجم صدها هزار دلار یا میلیون ها دلار و اکنون گرفتن پول آن با پول محلی البته زیان خیلی کلان داشته میتواند. وابسته به همین پدیده ها بیزنسمن زیر فشار سخت معنوی و روحانی قرار میگیرد. من آدمان زیادی را میدانم که عین زمان تبابت میگیرند. آنها عصبهایشان را تبابت میکنند تا که سیستم عصبشان را برقرار کنند و غیره. من قرار کردم که طریق چنین نوارها در اساس تجربه هایم به شما معلومات دهم. امیدوارم که این به شما فایده‌ناک می شود. دوستان عزیز، اولین مصلحت من به شما این است: به تغییرات تن دادن در کار، به تغییرات آماده بودن در کار، روحاً آماده بودن در کار. دقت کنید، راه زندگی هموار نیست، پستی و بلندی ها دارد. آن هیچگاه هموار نخواهد بود. باز اینکه ما و شما در شرایط اقتصادیات بازاری زندگی میکنیم. مادامی که ما در شرایط اقتصادیات بازاری زندگی میکنیم، آن همیشه در جنبش خواهد بود، همیشه بالا و پایان میرود و غیره و هاکذا. و این یگان شبهه نیست. هیچ چیز ابدی نیست. حتی اگر شما خودتان را در آینه بینید و صورت 20 سال پیشترتان را بینید، فرقیت خیلی کلان است. خصلت، فکرها، جهانبینی شما تغییر یافته است. شما دیگر شده اید. میفهمید؟ همه چی تغییر می‌یابد. همسرتان مثل روز تویتان نیست. شریکتان مثل اولین روز همکاریتان نیست. مصلحت یکم من دلخواه تغییرات را روحاً قبول کرده توانستن و به تغییرات آماده بودن است. آنگاه این به شما آرامی درونی میبخشد. بیقراریتان گم می شود. بعد شما همان حالت ناخوب خودتان و بیزنستان را اداره کرده می توانید. آنگاه شما می آموزید که در این بی سر و سامانی ها، بی ترتیبی ها، حالت های نامعینی چی طور و چی کار باید کنید تا که اقلاً زیانی کلان نبینید، اقلاً ضرر شما کم شود یا اقلاً شما را پوره مغلوب نسازد و غیره. برای همین مصلحت یکم من این است: به تغییرات سرخم کردن را یاد گیرید. این بسیار مهم است. پیشتر من فکر می‌کردم که آدم موفق کسی است که مثلا او یگان دستاورد بزرگ دارد. مثال او به مقدار یک چند میلیون دلار اکتیف ها دارد، یا او در ساحه دیگر دستاوردهای کلان دارد، یا او جریان پولی دارد و غیره. من پیشتر چنین فکر میکردم. این پارامتر یا چینک انسان موفق برای فهمیش من بود. امروز باشد من خیلی خوب فهمیدم که باز درجه بلندتری انسان موفق است که آن را من اکنون درک نمودم. او کیست؟ او همان کسی است که میداند باید خودش را چطور اداره کند و چی کار کند در همان حالتی که زندگی او را پیش پا میدهد. التماس دقت کنید. چون این کس خیلی بلندتر است در قیاس آدمی که یک مقدار سرمایه جمع کرده است یا در ورزش، موسیقی یا ساحه دیگر دستاوردی دارد. میفهمید؟ چون این کس انسانی باز هم موفق تر است. این چی معنا دارد؟ بار دیگر تکرار میکنم، دقت کنید. چون این کسی که در حالت بد، در حالتهای وزنی، در حالتهایی که تقدیر تحفه های بد میدهد، چی کار کردن را میداند، موفق تر است. مثال، اگر او را شریکانش پرتایند و روند، او میداند باید چیکار کند. اگر او به دام بحران افتد، میداند که باید چی طور از این حالت برآید. اگر او قرضدار شود، میداند که راه رهایی چیست. اگر مبادا در حیاتش جدایی روی دهد، میداند چی باید کند.
اگر آدمان زیاد با او زید برایند و او را تنقید کنند، در این حالت هم چیکار کردنش را میداند. اگر مبادا سلامتیش بد شود، او میداند که چی باید کند. انسان موفق محض همین کس است. او در حالتهای گوناگون زندگی، در وضعیتهای بد حیات استوار می ایستد و فهمیش دارد که باید چی کار کند. از این رو نصیحت یکمی من این است: به تغییرات آماده باشید، آن را قبول کنید. بهترین نصیحت من به شما: زندگی دوام می‌یابد. در یاد دارید، مایوس نشوید. این مرحله است تا ما و شما به دوره نو گذریم، به طور روحی، معنوی و مادی. نصیحت یکمی من همین است. اگر این را خوب فهمید، نصیحت‌های دیگرم را خوب می‌فهمید. دوامش: دوم، عین زمان قرب اسعار. قرب اسعار هنوز تشکل نیافته است. آن بازی می کند. هیچ کس انیق گفته نمی تواند که آن تا کدام درجه پست و بلند می شود. عادتا آن پیشتر 20-30% بلند می شد. مکسیموم تا 50%. این دفعه باشد روبل قریب تا 100% بلند شد. تنگی باشد 20-30% پست و بلند شد و غیره. و این هنوز آخری کار نیست. میخواهم شما دانید این آخری کار نیست. از روی فهمیش من این آخری کار نیست. الها من خطا کنم. احتمال آن باز پست و بلند شود. احتمال آن بازی کند. برای همین ما میدانیم که کورس میتواند باز پست و بلند شود و ما نمیتوانیم به آن تاثیر رسانیم. ولی ما میتوانیم بیزنس خودمان را اداره کنیم. ما میتوانیم با قرار خودمان تاثیر رسانیم. در چنین حالت مرکب قرب اسعار چگونه رفتار میکنیم؟ در این وضعیت بازار چیکار کرده میتوانیم؟ ما میتوانیم به بیزنس خودمان تاثیر رسانیم. حالا من عملهای معینی را نقل میکنم. مثال من بیزنس های خودم را پیش میبرم و شاگردانم بیزنس های مرا پیش میبرند. از تجربه ها قصه میکنیم. امیدوارم این به شما کمک میکند. ولی به شما باز یک چیز دیگر را میگویم. نقشه ای که دیروز فایده خوب میآورد شاید پگاه فایده خوب نآورد. این خیلی هم شدنش ممکن و ما باید به این هم تیار باشیم. در رابطه با این فرقیت کورس ها، یعنی قرب اسعار، پول را با چی نگاه داشتن در کار؟ این مصلحت سوم. پول را با چی نگاه داشتن در کار؟ پول را با چی نگاه داشتن در کار؟ اگر شما بیزنسمن باشید، پول را با بارهای سرخریدار نگاه دارید. بعضی بیزنسمن ها با من می نویسند: استاد، بار سفارش دهم یا نه؟ چی کار کنیم؟ بله، بارهای سرخریدار را سفارش دهید. با پول خود بارهای سرخریدار را خرید. بارهای سر استعمال را نگاه دارید. از سالهای 90 تا امروز بیش از 10 یا 12 حادثه را می دانم و خودم شاهد بودم که بعضی بچه ها و من به بعضی ها خودم دیرتر توصیه دادم. یعنی ما بارهای سر خریدار را نگاه داشته برد کردیم. با پول خود بارهای سر استعمال را خرید. اگر بیزنسمن باشید، همین کار را کنید. بله، پول را با بارهای سر خریدار نگاه دارید. ولی خراجات ادمنستراتیوی از 3 تا 6 ماهه خود را همچون فاند ذخیروی نگاه دارید و آن را در یک چک بانکی نگاه دارید. کش در شکل پول زنده همین خراجات را در یک چک بانکی نگاه دارید. خراجات ادمنستراتیوی از 3 تا 6 ماهه خود را، خراجاتی را که در شرکتتان میکنید. اگر توانید پول 6 ماهتان را نگاه دارید، اگر نتوانید اقلا 3 ماه. با پولهای دیگرتان بارهای سر استعمال خرید. شما بای نمیدهید، نترسید. من این را بسیار دیدم و خودم هم بسیار کردم. به شاگردانم توصیه دادم و هر دفعه با همین کار ما برد کرده ایم. اگر شما بیزنسمن نباشید، اگر بیزنس نداشته باشید، لطفاً پول را در یک چک بانکی نگاه دارید تا که در وقت لازمه گرفته توانید. در وقت درکاری اداره کرده توانید. بهترش با یک چند والوتاهای گوناگون. این مصلحت برای کسانی است که پولشان را چون دیپازیت نگاه می‌دارند. یگان قسمش را می توانید با طلا نگاه دارید، قسمی کمش را با یوان نگاه دارید و باز یک قسمش را حتما با دلار و یورو نگاه دارید. آدمان چیزی نگویند، در یک روز در حال دلار و یورو نیست نمی شود. به این شبهه نیست. تا این دم من دوام چندین سالها بسیار شنیدم که آدمان میگویند دلار این خیل می شود، آن خیل می شود، ولی خودشان دلار میکاوند. پس این خیل گپ ها باز 10 سالها دوام میکنند. برای آنکه دلار از بازار همین خیل گم نمی شود. به شبهه چنین است. مصلحت دیگر، چهارم. با من کسی سوال داد: بار خریم یا نه؟ من در این باره گفتم باری سر خریدار خرید. از خریدن آن نترسید. پنجم، تنها با پول نقد فروشید.
در یاد گیرید، تکرار میکنم، تنها با پول نقد فروشید و قرض و غیره ندهید. تنها با پول نقد فروشید. چرا؟ چون که اگر تنها با پول نقد فروشید، شما می توانید حالت را زیر نظارت گیرید. عین زمان حالت چنین است. تنها با پول نقد فروشید. شما می توانید به من گویید حجم خرید کم می شود. شما می توانید به من گویید اگر تنها با پول نقد فروشم، میزاجانم رفته از رقیبانم می خرند. بگذار از رقیبانتان خرند. آنگاه رقیبانتان زود مفلس می شوند. بگذار از رقیبانتان خرند. بگذار روند و خرند. هیچ گپ نیست. اگر شما بار سر استعمال داشته باشید، دائم برد میکنید. در چنین حالتها کسی برد میکند که بار دارد، مخصوصا کسی که بار سر خریدار دارد. اگر بار سر خریدار داشته باشید، دائم برد میکنید. پس خرید کم میشود. این انیق است. یک قسم میزاجانتان از رقیبانتان میخرند. این خیلی شدنش ممکن و این بدی ندارد. بگذار رفته از آنها با قرض خرند. آنگاه شما برد میکنید. در آخر حتما یک قسمی رقیبانتان از بین می روند، چون که آنها بای می دهند. سبب در آن است که فرقیت کورس تاثیر کلان می رساند. مصلحت ششمی من، نرخ‌ها را بردارید. نرخ‌ها را چون پیشتر نمانید. چرا؟ اگر نرخ‌ها را چون پیشتر مانید، شما با همان پولی که بار فروختید، از نو همان مقدار بار خریدن نمی توانید. اگر 100 دانه چیزی فروخته باشید، 100 دانه خریده نمی توانید. مخصوصا اگر شما با پول خارجی بار خریده آن را با پول محلی فروشید. اگر با پول خارجی بار خریده آن را با پول محلی فروشید، پس همان مقدار بار خریدن نمی توانید. از این رو وقتی نرخ‌ها را می بردارید چی می شود؟ طبیعی است که فروش قسماً کم می شود. شما بارها را سست می فروشید و هنگام بحران مزعن همین در کار است. هنگام بحران مزعن همین در کار است. قدم‌های خرد گذارید. عیناً همین در کار است. از همه مهمش احتیاطکار و استوار باشید. این مثل آن است که شما ماشین میرانید ولی دائم گاز را زیر نمی‌کنید که درست؟ من فکر می‌کنم شما بعضاً ترمز را خیلی زیاد زیر می‌کنید. وقتی در بیزنس به خطر روبرو می‌شوید. یعنی اگر این را با ماشین قیاس کنیم. وقتی ماشین میرانید از دشواری و خطرها شما را گاز نه، ترمز حمایت می‌کند. بیزنس مثل همین است. وقتی شما به خطر و توکل‌های کلان، به بحران و غیره دچار شوید، لطفاً سرعت بلند و ترمز را خیلی درست استفاده برید. خود را داشته حرکت کرده توانید. مهارت نکردنی کاری را که در کار نیست. دقت کنید. نکته دیگر، بعضی‌ها سوال می‌دهند استاد آخر موسم می‌گذرد. اگر من داشته استم موسم می‌گذرد. بله درست موسم می‌گذرد. آنها می‌گویند اگر با همه پول‌هایم تنها بارهای سر استعمال را نگاه دارم و اگر نرخ‌ها را بردارم، موسم می‌گذرد و برای من فروختن آنها دشوار می‌شود. دوستان عزیز، من به شما چنین می‌گویم. عین زمان در رابطه با این پست و بلندشوی کورس، بازی شدیدی کورس، 3 حادثه روی می‌دهد. یکم، حتما یک قسم رقیبانتان مفلس می‌شوند. آنهایی که دیپیتورکای کلان دارند، یعنی پول آنها در دست آدمان بود. تا آن پول‌هایشان را با پول محلی جمع می‌کنند که طبیعی است که آنها بار کم می‌خرند. در قیاس آن باری که داده بودند، طبیعی است که آنها ضعیف می‌شوند. آنها بارهای سر استعمال را زود تامین کردن نمی‌توانند. کسانی که دیبیتورکای کلان دارند. دوم، کسانی که کردیتورکای کلان دارند، یعنی کسانی که کردیت ها با دلار داشتند و غیره، یا از بار تامین کننده ها با دلار قرض داشتند. اگر پیشتر به آنها با قرض بار میدادند، اکنون نمیدهند. طبیعی است که آنها از بارهای سرخریدار محروم میشوند. میفهمید چی روی میدهد؟ سیوم، قسما آن کسانی که خراجات زیاد دارند، یعنی خراجات بیهوده ادمنستراتیوی دارند، به مانند شماره کارمندان بسیار یا اداره کنی نادرست اقتصادیات در داخل تشکیلات و غیره، اینها هم ضعیف میگردند، سست میشوند. در اساس همین 3 خصوصیت میتوانم با باوری گویم که در دلخواه سمت 15-20% بیزنسمن ها بانکروت میشوند. حتی بعضاً تا 30%، شاید از این هم بیشتر. طبیعی است که حصه آنها کجا می رود؟ حصه بازارشان. آن استعمالگران کجا می روند؟ آن استعمالگران کسی را می جویند که آن بار را دارد. عین زمان. و تمام. پس شما نترسید که گویا موسم می گذرد و فروخته نمی توانید. نه، اگر شما بار سر استعمال داشته باشید، برد می کنید. شما باید این کارا کنید. آنگاه انیق برد می کنید. بله، وقتی همه بارهایتان را می فروشید، همش بهترین می شود.
نکته دیگر توجه کنید. چیزی دیگر، مصلحت هشتم، دیبیتورکه ها را جمع کنید. اگر شما در دست آدمان دیبیتورکه های داشته باشید، زنگ زنید و با ترتیب از روی گرافیک همش را گیرید. خوش معامله باشید و مناسبتتان را ویران نکنید. آن همگی پول است. زندگی با همین به آخر نمی رسد. خدا خواهد باز زندگی میکنید. از این رو دیبیتورکه ها را کم کم جمع کردن در کار. به آنها زنگ زنید، پرسید، کم کم جمع کنید. چقدر میتوانی؟ امروز چقدر میتوانی؟ پگاه چقدر میتوانی؟ این هفته چقدر میتوانی؟ التماس چقدر که میتوانی بده. من میخواهم به تو کمک کنم تا که برگردانی. من بای دادن و تو را هم در حالت بد ماندن نمیخواهم. اگر امروز دهی، من تیارم که با کورس امروزه ارزانتر گیرم. پگاه اگر کورس باز هم بلندتر شود، مجبور میشم که از تو با کورس بلند طلب کنم. آنگاه آنها زودتر دیبیتورکه های شما را برمیگردانند. مصلحت نهم، کردیتورها. اگر شما کردیتورها داشته باشید، پیش آنها روید، کورس را مقرر سازید. کورس را انیق نموده، اگر کردیت شما با دلار باشد، سخت کوشش کرده مسئولیت ها را برطرف سازید. چون که اگر شما با دلار قرض داشته باشید، آن را برگردانیدن بهتر است. آسان ترین وریانت. و اگر امکانیت نباشد، این خیلی می شود که اگر امکانیت میشد برمیگرداندید، ولی اگر امکانیت نباشد چی؟ در این حالت چیکار کردن در کار؟ گفت و شنید کردن در کار، مصلحت کردن در کار. من چندین بار در چنین حالت ها بودم. این همه را اثر گذرانیدم و میدانم درباره چی گپ میزنم. از این رو روید و مصلحت کنید. با کسی که می توانید کورس را معین نمایید. کورس را انیق کرده به پیش حرکت کنید. نه ایستاده، مدام کار کنید و از همه مهمش با هیچ کس مناسبتتان را ویران نکنید. اگر کردیتورکه‌تان به شما فشار بیارد، شما باید گویید من گم نشدم، من در تماسم، من کار میکنم، این تنها پول است، حتما برمیگردانم. برای همین به من فشار نیار، به من تهدید نکن. با فشار و تهدیدهایت پول پیدا نمیشود. تقدیر بوده است، همین خیر شد. من پولی تو را ندزدیدم. ما یک جای کار میکنیم. من کوشش کرده ایستادم، التماس به من امکانیت ده تا همش رو برگردانم. کم مانده است و من برمیگردانم. و شما کار میکنید و کم کم برمیگردانید. از کردیتورکه رها شوید. این خیلی مهم است. وقتی شما از کردیتورکه رها میگردید، مغز سرتان آزاد میشود. فکرانی شما بهتر میگردد. نیروی باطنی شما، انرژی درونی شما، الهام و باوریتان میافزاید. از این رو کردیتورکه ها را برگرداندن در کار. آنگاه شما میسبزید. به خودتان باوریتان زیاد میشود. قانونش همین است. خب، مصلحت نوبتی دهم. اگر عین زمان شما یگان خیل نقشه ها، لایحه های سرمایه گذاری داشتید، مثلا ساختن بینای نو، خرید یگان خانه یا ساختن یگان سیخ و غیره، پس مصلحت من چنین است: آن را باز دارید. فعالیت سرمایه گذاریتان را باز دارید تا دمی که فرقیت کورس برایتان فهما و معین گردد. من از تجربه خودم یک چند مثال میارم. من نقشه داشتم که همین تابستان در آخر ماه فوریه و آغاز مارس به حجم 1,600,000 دلار باغ‌های نو بسازم. در کشورم باغ‌های نو ساختن میخواستم. پیش از سر شدن جنگ، یک هفته پیش از آن ما همه کار را باز داشتیم. تخمینا 3-4 روز پیش از جنگ. هنوز کورس بازی نمیکرد. من همه کار را باز داشتم. چرا؟ چون که حس کردم که همین خیل می شود. تجربه هم به من کمک کرد. بعضی شریکان و بار تامین کنندگانم که از اروپا بودن به من گفتن آخر برای چی؟ چه خیل می شود؟ ما شرطنامه بسته بودیم و غیره. من گفتم بله شما حقید، ولی من زیان دیدن نمی خواهم. من آمادم که به شما یک مقدار جریمه سپارم، ولی حالا این لایحه را راه اندازی کردن نمی خواهم. من باز داشتم، این راست است. این یک لایحه بود. من باز لایحه دیگر نیز داشتم. حالا نقل میکنم. باز 2 لایحه سرمایه گذاری داشتیم. آنها را هم باز داشتیم. باید قطعه زمین خریده میشد. اموال غیر منقول در حجم کلان باید خریده میشد. من آنها را هم باز داشتم. گفتم که بچه‌ها ایستید. هرچند ما شرطنامه بسته بودیم، بیش از 4 ماه گفت و شنید گذرانیده بودیم. چون که وقتی شما ابیکت های کلان را میخرید، پس گفت و شنید یک بار نه بلکه چندین بار گذرانیده میشود و ما دوامی 4 ماه گفت و شنید کردیم. با همان نرخی که به ما در کار بود مصلحت کردیم. سپس من باز داشتم. من گفتم که ببخشید من باید ایستم، چون که تا اندازه برایم روشن است و من باید به قرار آیم. برای همین ببخشید من باز داشتم. این مهم است. این خیلی و خیلی مهم است.
از سالهای 90 تا امروز ما چنین حالتها را بسیار اثر گذرانیدیم و در این باره کمی فهمیش پیدا کردیم. برای همین دلخواه لایحه‌های سرمایه گذاری را موقتاً باز دارید. این معنای آن را ندارد که پول را بیکار کنید. شما گویید که پس از 3 ماه این مسئله را محاکمه میکنیم، میبینیم که بازار چخیر میشود. خب، دوامش. مصلحت دیگر: اگر شما پول داشته باشید و اگر آن را به لایحه‌های سرمایه گذاری، فعالیت‌های سرمایه گذاری صرف کردنی بودید، همان پول را پر به گردش بار روانه سازید. این مصلحت خیلی مهم است. همه توجهتان و پولهایتان را به گردش بار روانه سازید. پر به گردش بار. برای چی؟ برای آن که معلوم است که قسماً رقیبان کم می شوند. این به شما امکان می دهد تا بازه کلینتی و حصه بازار را کلان کنید. این بسیار کمک می کند. من همین خیل می کردم و حالا هم می کنم. در بیزنس اتریاتم، در بیزنس سبزوات و میوه‌جات، در مغازه های تکنیکه ها هم همین خیل می کنم. حالا همین خیل می کنم. ولی اگر سمت شما، این مصلحت 12، اگر سمت شما نشسته باشد، یعنی همان سمت بیزنس شما پایان رفته باشد، کاری که شما مشغول بودید پایان رفت، پس در این حالت چی کار کردن در کار؟ اگر سمت شما پایان رفته باشد، آن پایان رفته کارها سست شده باشد، در حال کارهای زیرین را بکنید. کدام ها؟ اطراف آن سمت را بینید چی کار کردن ممکن است. در اطراف آن سمت چی کار کردن ممکن است؟ همان کار را کنید. مثال به شما میگویم که وقتی پاندمی سر شد، ما اتریات میفروشیم. وقتی پاندمی سر شد، ما فکر کردیم چی کار کنیم؟ چی باید کرد؟ همه آن مغازه های اتریات فروشی ما در مرکزهای سودا بودند. تصور کنید، همه‌شان در مرکزهای سودا بودند. مرکزهای سودا را بستند. تنها 20% مغازه هایمان کار میکردند و 80%شان محکم شدند اثنای پاندمی. آنگاه ما در حال چی کار کردیم؟ ما میدانیم که ویروس طریق هوا میگذرد و ما چی کار کردیم؟ ما فکر کردیم ما باید آنتیسپتیک ها استحصال کنیم که بوی خوش و فارم داشته باشند. آنها باید از ونتیلاتور سر داده می شدند. یعنی آن را کمی به ونتیلاتور علاوه می کنیم و تمام بینا تازه می شود، میکروب ها می میرند و بوی خوش در همه جا پهن می شود. ما همین طور کردنی شدیم. وقتی که دیگران هر سو می دویدند و از اروپا تکنولوژی ها می خریدند، ما از خطای فلاکون ها خریدیم و فروش آنتیسپتیک های خوشبوی را به راه ماندیم. وقتی کم کم فروختن را سر کردیم، کم فروختیم، نه اینکه زیاد. آنگاه زوادهای کلانی که با استحصال آنتیسپتیکا مشغول بودند به ما مراجعت کردند. به آنها فلاکون‌های ما پسند آمد. آنها به ما گفتند انا همین ظرف‌های خالی را به ما فروشید. ما فروش را سر کردیم. سپس در دوام کمتر از 1 ماه ما فهمیدیم شرط نیست که ما به استحصالات مشغول شویم. ما تنها ظرف‌های خالی فروختیم. تنها فلاکون‌ها را فروخته همون وقت ما حتی پولی زیادتر کار کردیم نظر به آن که از اتریات کار میکردیم. یعنی معلوم شد که باید کاری را کنی که به سمت و ساحه تو نزدیک باشد. ولی هیچگاه به دیگر سمت و ساحه مشغول شدن در کار نیست. هرچند بسیاری ها توصیه میدهند ولی من این را توصیه نمیدهم. چون که هنگام بحران به دیگر سمت مشغول شدن، بی داشتن تجربه، بی فهمیش و تصورات، این توکلی نامعلوم خواهد بود. مثلا آدمان بسیار هنگام بحران پاندمی به من پیشنهاد کرده گفتند که بیایید از مالزی به فلان جا، از خطای به فلان جا و غیره نقاب ها می آریم. من رد کردم. در یاد دارم یک بچه به من پیشنهاد کرد. او گفت به من تخمینا $500,000 سرمایه گذاری کنید و من از مالزی به اینجا نقاب می آرم. من رد کردم. بعد او به کجای فرمایش داد. من در یاد دارم که او از ازبکستان به روسیه بردن خواست و یا به جای دیگر. خلاصه آنها مقدار خیلی زیادی نقاب‌ها را فرمایش دادند. حالان که بیزنسشان تماما سمت دیگر است. تنها همان وقت به نقاب طلبات خیلی زیاد بود. اون نقاب‌ها را فرمایش داد.
وقتی بار به سرحد آمده رسید، یعنی میان سرحدها بود، هنگام گذشتن چنین قانون قبول شد: باید از یک کشور به کشور دیگر نقاب فروخته نشود. بگذار هر کشور خودش نقاب استحصال کند. تصور میکنید نقاب‌های او مدت خیلی زیاد میان سرحدها ایستادند، خیلی طولانی. نمیدونم که بعد آن بارها را گرفت نگرفت، نمیدونم. راست میگویم. در همانجا بند شده ماندند. من باز 2-3 بچه را میدونم که تماما فهمیش نداشتند و رفته روغن فروشی کردند. باز یک کسی دیگرشان 3 مچکه خریده میفرستاد. باز دیگری کار دیگر میکرد. میدونید همه آنها زیان دیدند. آنها پولشان را باید دادند. پولی را که در دست داشتند باید دادند. اقلاً 20-30% انیق زیان دیدند. برای همین اگر سمت شما نشسته باشد، آن سست و ضعیف، درآمدش کم شده باشد، بینید که کدام کار به آن نزدیک است و به همان کار مشغول شوید. ولی با یگان کار کلاً دیگر تماما مشغول نشوید. مثلا اگر شما با ساختمان مشغول شده باشید، می توانید مسائل ساختمان فروشید و یا با خدمت رسانی تعمیر مشغول شوید. به همین مانند فهمیدید در اطراف تجربه هایتان ما میفهمیم که آدمان هنگام بحران خراجاتشان را کم میکنند، کوشش میکنند که پولی کم صرف سازند. اگر در یاد داشته باشید هنگام بحران آدمانی که قهوه‌خانه و رستوران داشتند چیکار میکردند؟ با برده رسانی مشغول شدند. احتمال آن محصولات را به طور دیگر فروختند، عیناً همان محصولات را به طور دیگر. به هر حال زندگی دوام می‌یابد کو. آدمان خوردن را بس نمی‌کنند کو. آنها خواه و ناخواه می‌خورند، لباس نو می‌پوشند و غیره. مثال اگر مغازه‌های لباس‌ها محکم شده باشند، طریق اینترنت سفارش دادن را سر کردند. تنها طرز کار تغییر یافت. جای کمتر، جای زیادتر. برای همین غم نخورید. زندگی می‌کنیم. از این رو به واهمه نیفتید و با باوری دوام دهید. تکرار میکنم، انسان موفق کسی است که در هر گونه پستی و بلندی های زندگی نمی افتد. این را فهمیدن خیلی ضرور است. مصلحت دیگر، یعنی با دیگر کارها مشغول نشوید. تنها کاری را کنید که میفهمید. زیرا اگر در دیگر سمتی که نمیفهمید کار کنید، طبیعی است که توکل و خطرش زیاد است. یعنی از باران گریخته زیر ژاله میمانید. باید این خیلی نکنید. خب از باران گریخته زیر ژاله ماندن در کار نیست. طوری که گفتم، عین زمان در بحران راننده را از خطر ترمز نجات می‌دهد. عین زمان در بحران قدم‌های خود گذاشتن خیلی مهم است. قدم‌های خرد. اما باید در سرتان بینش باشد. بینش آینده‌ای که شما با آن سو حرکت می‌کنید. برای آنکه بحران‌ها می‌شوند. بعضاً بازار پایان می‌رود، بالا می‌رود و غیره. ولی حیات شما یگانه است. حیات شما یک بار است و خواه و ناخواه سوی هدف خود شتافتن در کار. یعنی در سر هدف خود را داشتن در کار. یعنی بحران نباید سبب شود و شما از هدفتان دست کشید و به سمت دیگر روید، به سوی دیگر روید. نه، تنها با قدم‌های خرد پیش روید تا که خود را استوار نگاه دارید و نافتید. ولی در سر هدفتان را داشته باشید. آماده شوید، آماده شوید، آماده شوید. این بسیار مهم است. تیار شوید. خوب، هنگام بحران کار کم شد. مهمش خود را استوار نگاه دارید. بیشتر به ورزش مشغول شوید. شاید می‌خواستید یگان زبانی را آموزید. نهایت آموزش آن زبان را سر کنید. می‌خواستید سلامتی‌تان را برقرار کنید. از پی همین شوید. شما باید از درون سبزید. استراتژی آب چیکار می‌کند؟ وقتی آب به سربند دچار می‌شود و یا به سد یا به مانع، آب چیکار می‌کند؟ آب از یک طرفش می‌گذرد. وقتی آب به دلخواه مانع دچار می‌شود، اگر آن مانع کلان باشد، اولین استراتژی آب چگونه است؟ آب از یک طرفش می‌گذرد. درست؟ آب ضد آن مانع مبارزه نمی‌برد. ضد آن سربند، مثال سنگ کلان. آب ضد آن مبارزه نمی‌برد. از یک طرفش می‌گذرد. این استراتژی یکم. یعنی شما هم می‌توانید این کار را کنید. دوم، اگر مانع چون سربند کلان باشد، آب به واهمه نمی‌افتد. تنها می‌ایستد و نیرویش را جمع می‌کند. قوتش را زیاد می‌سازد. سپس دلخواه سربند را چپه می‌کند. شما هم همین خیل کنید. وقتی با یگان خیل مانعی قوی به حالت مرکب و غیر روبرو می‌شوید، به واهمه نیفتید، بلکه آرام شوید. باطناً آرام شوید. نیرویتان را جمع کنید. قوتتان را زیاد سازید. در باطن خود ملکه و مهارت حل این مسئله، حل آن وضعیت را صیقل دهید. آنگاه شما انیق موفق می‌شوید. مصلحت دیگری من،
و من چنین سوال می‌دهند: استاد می‌ارزد که سهمیه یا اکسیه ها خریم اگر حالا همه کار پایان رفته باشد؟ این مثل سالهای 90 امکانیت است و غیره و هاکذا. می‌ارزد که اکسیه ها خریم یا نه؟ چنین سوال ها می‌دهد. دوستان عزیز، اگر شما بازار فاندی را می‌فهمیده باشید، خرید. اگر فهمید. ولی اگر نفهمید و یک مقدار پول داشته باشید، مصلحت گیرید، مشورت کنید، اما به مقدار کم میتوانید خرید. من هم خریدن میخواهم. میروم و میخرم. همین هفته حتما میخرم. مقدار کمی رو حتما میخرم. چون این شرکت های هستند که خدمت رسانی و محصولات آنها خواه ناخواه سر استعمال است. ما چیزی که نگوییم چون این شرکت ها هستند، ولی آنها رو نامبر نمی کنم، چون که اگر کار برار نگیرد نشود که من گناهگار شوم که گویا آن را من رکلام کردم و غیره. خلاصه اگر تحلیل کنید میبینید شرکت هایی که دیر باز در بازار استوارند، شرکت هایی که مقدار زیادی مبلغ خود را برای رشد و انکشاف سرمایه گذاری کردند و غیره، اینفراستراکچور اکوسیستم ساختند. فکر میکنید از سبب چنین حادثه ها در حال قفا گشته خود را محکم میکنند؟ البته نه. آنها خواه و ناخواه راه و علاجش را مییابند. خواه و ناخواه یگان کاری میکنند. پس از پورتفولیوی خود فایزی کمی را، مثلا از 2 تا 5 فایزی ماکسیموم تا 10 فایزی پورتفولیوی خود را میتوانید صرف کنید، ولی از شرکت های گوناگون خرید. من نیت دارم از 10 شرکت گوناگون بخرم. 5 فایزی پورتفولیوی خودم را به آنها وام میگذارم، چون که من در کاغذهای قیمت بها تجربه ندارم، ولی من شاگردی دارم که با همین کارها مشغول است. حالا نیت دارم که با او در تماس شوم، از او مصلحت گیرم و بعد این کارا کنم، چون که به استاد بهترش یگان کار کردن در کار نیست. من دوام چندین سال به همین خلاصه آمدم. زیرا کس 2-3 برابر خطاهای بیشتر میکند. اول مصلحت گرفته بعد کردن در کار است. این بود وابسته به سهمیه و اکسیه ها. خوش. سوال دیگر که به من دادند: استاد، اگر حالا بیزنسمن های زیاد به کشور ما بیایند، شرکت های زیاد روسی به کشور ما بیایند، باید چیکار کنیم؟ یعنی اگر شرکت های زیاد روسی به قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و غیره بیایند، ما باید چیکار کنیم؟ آخر آنها قوی ترند، سرمایه بیشتر دارند و غیره. ممکن است که همین خیر شود. دوستان، ممکن است که همین خیر شود. ولی من به شما چنین میگویم: اگر شما ساکن این کشورها باشید، کوشش کنید که این را به فایده خود استفاده برید. چه خیلی به فایده خود. معلوم است که قسماً بازار روسیه به محصولات معین عادت کرده است، قسماً آن خواه و ناخواه عادت کرده است. به هر حال پس طبیعی است که قسم بارها از آسیای مرکزی به روسیه برده می شود. به شبهه همین خیر می شود. احتمال برند را به طور دیگر میکنند، همان چیز را از خیتای میخرند ولی با لوگوتیپ دیگر. شاید سطح و صفتش یک خیل باشد، تنها رنگش دیگر. من باوری دارم که همین خیل میشود. باوری دارم. پس شما چیکار کرده میتوانید؟ با آن شرکت های روسیه شریک شوید. آنها بازار دارند، شما بار تامین کننده شوید. عیناً همان بار را از خیتای و غیره سفارش دهید و همین خیل خریده فروختن گیرید. شما با لوجستیک و بار تامین کنی مشغول شوید و آنها بگذار با فروش مشغول شوند. تنها با آن نامی دیگر چسبانید. خیتایی ها هر گونه لوگوتیپ ها را می چسبانند. چه خیلی که خواهید. با آنها فرق ندارد، سرخ، زرد، سفید، دلخواه رنگ را می چسبانند. کدامش را که خواهید. پس این برای شما امکانیت بزرگ است. اگر این کارو کرده توانید، خوش آمدید به عالم موفقیت ها. تکرار میکنم، انسان موفق نه کسی است که کوهی طلا دارد یا میراث فراوان گرفت یا تصادفاً باعث شد یا بناخواست در حالت مفید قرار گرفت و چیزی خرید. انسان موفق کسی است که هر روز در پستی و بلندی های زندگی چیکار کردن را میداند. انا او موفق است. پس اگر به چنین حالت افتید، بیایید از آن موفقیت عالی میسازیم. بیایید در همین باره فکر کنید. به همین مسئله رو آرید. سوال دیگر: کسی از من پرسیده است: استاد، حالا در همین حالت اموال غیر منقول فروختن درست است؟ میبینید حالا اموال غیر منقول ارزان شده ایستاده است. عین زمان آدمان کمی ذخیره دارند، آنها حالا حس نمی کنند، ولی خانه ها کمی ارزان می شوند، 15-20%، ولی هیچگاه 50% ارزان نمی شوند. اما 15-30% ممکن است که ارزان شوند، سپس باز نرخ بالا می رود. من در اساس تجربه هایم می گویم از سالهای 90 تا امروز در بعضی شهرها از سالهای 90 تا امروز دوام 32 سال 50 برابر نرخ بالا رفته است. در بعضی شهرهای دیگر
100 برابر 200 برابر نرخ خانه ها بالا رفته است. اگر اموال غیر منقول را به اجاره داده توانید و درآمد مفعول به دست آورید، هیچ چیز را نفروشید. مصلحت من همین است. اگر اموال غیر منقول را به اجاره داده توانید و درآمد مفعول به دست آورید، آن را نفروشید. ولی اگر آن را به اجاره داده نتوانید، آن به شما در کار نباشد، پس بهترش به فروش مانید. خب در مسئله خریدن باشد، من حاضر در آغاز جنگ خریدن را توصیه نمی‌دهم. نیم سال دیگر منتظر شوید، معلوم می‌شود. بعد می‌توانید خرید. مصلحت‌های نوبتی من 2 مصلحت می‌دهم. این مصلحت‌ها به کسانی است که به بحران آماده شده‌اند. ما آنها را چمپیون می‌نامیم. دوستان عزیز، بحران نیست. تنها آدمانی هستند که به آن تیار نیستند. تکرار میکنم، بحران نیست، تنها آدمانی هستند که به آن تیار نیستند، آماده نیستند که دچار شوند. این مثل آن است که خانه‌ها زمستان می شود ولی آدمانی هستند که به زمستان تیاری ندیدند. مثل همین است. این نصیحت برای چنین کسان است، برای کسانی است که برنامه ضد بحرانی دارند، برای کسانی است که با استواری، با نیرومندی، با استراتژی خوب بحران را پیشواز میگیرند. آنها برنامه ضد بحرانی دارند، استراتژی ضد بحرانی دارند. عادتاً آدمان پول را اکنام میکنند وقتی بازار پایان میرود. لطفاً دقت کنید. عادتاً آدمان پول را اکنام میکنند وقتی بازار پایان میرود. من باشم عادتاً به آدمان میگویم وقتی کار بالا میرود و وقتی بازار انکشاف یابنده است، پولتان را نگاه دارید. مشکلی آدمان در آن است که در بازار انکشاف یابنده آنها برابر درآمد خراجات را هم زیاد میکنند. آنها قدم‌های کلان مانده پولی بسیار صرف میسازند. ولی اگر شما استراتژ باشید و به بحران تیار شده باشید، در این باره فهمیش دقیق داشته باشید و اگر در بازار انکشاف یابنده پولتان را نگاه داشته باشید، حالا باید سرمایه خوب داشته باشید. اگر شما سرمایه خوبی داشته باشید، پس چی کار کرده می توانید؟ اگر شما بیزنس خودتان را خیلی خوب دانید، اگر با بیزنستان دوامی سالهای زیاد مشغول باشید، پس خودی حاضر برایتان امکانیت لیدری بازار شدن پیدا شد. اقلاً می توانید حصه بازارتان را کلانتر کنید. چطور؟ فرض کردیم که شما مغازه خوراکه دارید. بار تامین کنندگان شما همان کسانند، درست؟ بار تامین کنندگان شما یک گروه کسانند. اگر شما مغازه مصالح ساختمانی داشته باشید، بار تامین کنندگان نیز یک گروه هستند. اگر شما نساس می فروشید یا چیزهای دیگر، عموما سکتور اگراری، در این حالت هم بار تامین کنندگان شما یک گروه کسانند. حالا شما بیزنستان را کلان کرده می توانید. چطور؟ شما سرمایه دارید. شما می توانید از بار تامین کنندگان فهمید که کدام از آن صاحبان مغازه ها در دادن پول بار عذاب می کشند، پول دادن نمی توانند. از بار تامین کنندگان پرسید کی در سرحد بانکرات شوی قرار دارد. روید و حصه آنها را خرید یا مغازه اشان یا بیزنسشان را به پورگی خرید. شما با پول دسترس می توانید خرید و این به شما امکان می‌دهد که 3 برابر 5 برابر زودتر انکشاف یابید. نظر به بازار معتدل. چرا؟ چون که نقطه تیار، مغازه سرخریدار، میفهمید؟ کارمندان تیار هستند. اگر عین زمان کارمندان آنجا به شما موافق نباشند، میتوانید آدمان بهتر را به کار گیرید، چون که آدمان بسیار بیکار میمانند و کادرهای خوب را با معاش ارزان یافته میتوانید. در همین اساس خلاصه برآورید. انا همین 2 مصلحت آخرین من تنها برای چمپیون هاست. تنها برای چمپیون هاست. عین زمان من همین خیال میکنم. من حالا شماره مغازه های عطر فروشیم را زیاد کرده ایستادم. من این کار را خواهم کرد. این کار را در حیاتم 3 بار کردم و باز میکنم. این فایده ناک است. مصلحت دومی من، در چنین دوره هیچگاه کارمندانتان را کم نکنید. این برای چمپیون هاست. برعکس، کارمندان خوب را جدا کنید و آنها مکافات پولی خوب دهید. اگر توانید، اگر آماده باشید، معاش آنها را کمی بردارید. تنها معاش کارمندان ارزنده را. برای چی؟ تصور کنید در اطراف همه درباره بحران گپ میزنند. کم کنید کارمندان، بیکاری و غیره. در همه جا آدمان غمگینند. طبیعی است که کارمندان شما در خانه اشان، در همه جا میان دوستانشان میشنوند. کم کنی کارمندان، در همه جا حالت بد است، خیلی وزین است. او هم روحاً 30% الکی بای داده است. باطناً
ثمره بخشی جوش و خروشش را بای داده است و فکر می کند خدا نشان ندهد شاید در کارخانه ما هم کارمندان را از کار جواب دهند، شاید ما را به رخصتی بی مهلت فرستند، احتمال معاش ما هم کم شود. او انا همین خیل فکران تیار می شود، زیرا می بیند که در اطراف چی روی می دهد. بناگاه شما می گویید دوستان می خواهم که بالا رویم، حالا سخت فعال شوید، 2 برابر بیشتر مهنت کنید، بی‌سنچی باشید، چمپیون باشید، چون که ما همراه شما می توانیم کار بیشتر کنیم. ما و شما همراه می توانیم تا سطح معینی بالا رویم و احتیاطکارانه قدم مانید. تمام. فیلم مدل نو ترتیب دهید، برنامه‌های نو را خوانید، احتیاطکارانه قدم مانید. در یاد دارید همان کسی غلبه می کند که به پیش قدم می ماند. من به این باور دارم. انا همین 2 مصلحت آخرین من تنها برای چمپیون هاست. من همین خیل می کنم. آهسته آهسته همین خیل بالا رفتم و آنهایی که این مصلحت مرا تا پاندمی و حالا در پاندمی می کنند پیروز می شوند. یک چند شاگردان من خوب بود کردند. یک چند شاگردانم کسانی که به گردش بار رو آوردند، کسانی که هنگام بحران بیزنسشان را کلان کردند، همشان پول خوب کار کردند، 2-3 برابر بیشتر پول کار کردند. یکی از شاگردان من در سال 2019 19 میلیون تنگه گردش سالانه داشت، سال 2020 270 میلیون تنگه، سال 2021 به 760 میلیون تنگه رساند. حساب کنید که هنگام بحران چقدر بالا رفت، چون که او گپ مرا گوش کرد و مصلحت‌هایم را اجرا نمود. او همگی 4 یا 5 سال پیش بیزنس را سر کرده بود. چون این شاگردانم خیلی زیادند، خیلی زیادند. من نام هر کدامشان را نمیگیرم چون که چندان گوارا نیست. انا همین خیل دوستان، امیدوارم که سخنان فایده‌ناک گفتم. فکرهای خود را در کامنتار نویسید. با پشتی که زیر این روبریکا میبینید سوالهایتان را فرستید. من به سوالهایتان جواب میدهم. روبریکای مصلحت‌های دولت را گوش کنید. در خدمت شماست استاد بیزنس از شرق.